آهنگ جدید دوگانه مهراج وفا با غزال نایت. پیشنهاد باور نکردنی غزال نایت برای مهراج وفا و سرودن آهنگ دوگانه محلی این دو هنرمند. این آهنگ چی تاریخ نشر خواهد شد؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی درباره غزال نایت فاش شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت یک تن از هنرمندان برجسته کشور، یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان است و شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را در میان هنرمندان افغانستان دارد. غزال نایت با کارهای هنریش 15 سال قبل آغاز کرد. در بازار هنر موسیقی در افغانستان جایگاه خاص خودش را دارد. رقیبان و علاقمندان هنری غزال نایت بیشمار بوده است. غزال نایت همواره برای ساختن آهنگ‌های جدیدش با هنرمندان افغانی همکار داشته است. آهنگ‌های بیشمار می‌سازد و مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. در تازه‌ترین اقدام هنری غزال نایت قرار است وی با مهراج وفا، هنرمند محلی خوان کشور، آهنگ دوگانه محلی بسراید. قرار است این آهنگ تا یک ماه دیگر نشر شود. این همه در حالی است که غزال نایت نظر به مشکلات صحی که برایش پیش آمده است در بزرگترین شفاخانه در کانادا بستری است و یک پایش شکسته است. به همین دلیل کارهای هنری غزال نایت برای یک مدت به تعویق افتاد. ولی غزال نایت از طرف مردم افغانستان همواره حمایت می شود. ما هم در انتظار نشر این آهنگ جدید غزال نایت با مهراج وفا خواهیم بود. دوستان نهایت عالی قدر کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگری این کانال را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.